اندومتریوز چیه؟ علائم شایعش کدومن؟ چرا این اتفاق میفته؟ و چطور تشخیص داده میشه؟ درمان اندومتریوز چی هست؟ و آیا اندومتریوز با باروری زن ارتباطی داره؟ حالا میریم در ادامه در مورد تک تک این سوال ها صحبت میکنیم. اندومتریوز چیه؟ اندومتر یعنی پوشش داخل رحم. معمولاً در هر بار قاعدگی این پوشش بیرون ریخته میشه، ولی اگر این پوشش عوض اینکه از رحم بیرون بیاد و به صورت خون قاعدگی خارج بشه، در داخل بدن بمونه و روی تخمدان‌ها، لوله‌ها، مثانه، روده باقی بمونه و اونجا محبوس بشه، از اونجایی که هورمون‌ها روی اون میتونن تأثیر بذارن، بنابراین هر ماه که پریودی اتفاق میفته در اونجا هم که جاهای نابجا هستش خونریزی اتفاق میفته، باعث التهاب، چسبندگی و عوارضی میشه که ناشی از بیماری اندومتریوز است. علائم شایع اندومتریوز، شایع ترین علامت اندومتریوز درد شدید قاعدگیه. شاید خیلی از خانم ها این درد رو دارن، ولی وقتی شروع میشه باعث میشه که حتی کارشون به بیمارستان کشیده بشه، سر کار نرن، در رخت خواب بمونن، روی کیفیت کار و زندگیشون تأثیرات زیادی بذاره، ولی همه بهشون بگن خب درد پریودیه پس طبیعیه، در صورتی که همچین چیزی نیست. پس خدمتون گفتم که شایع ترین علامت اندومتریوز درد شدید قاعدگیه، ولی تنها درد نیست. علائم دیگه‌ای مثل درد مزمن لگن، مثل درد موقع اجابت مساج، درد موقع دفع ادرار، درد موقع رابطه و همچنین ناباروری از علائم و عوارض اندومتریوز باشه. چرا این اتفاق میفته؟ در مورد اینکه علت اندومتریوز چیه، تئوری های مختلفی وجود داره. قدیمی ترین تئوری برگشت خون قاعدگی به داخل شکم هست، یعنی همون جوری که موقع قاعدگی مقداری از خون قاعدگی از واژن خارج میشه، مقداریش از لوله ها وارد حفره لگن میشه و اونجا میره باقی میمونه و این اندومتر تحت اثر هورمون‌های بدن مخصوصاً هورمون استروژن رشد میکنه، التهاب ایجاد میکنه و درد ایجاد میشه. ولی این تنها دلیل اندومتریوز نمیتونه باشه، برای اینکه این اتفاق در خیلی از خانم ها اتفاق میفته این مسئله، ولی چرا همه اندومتریوز نمیگیرن؟ بنابراین تئوری های دیگه هم در مورد اندومتریوز مطرح است، از جمله این که بیماری خود ایمنی، یعنی ذکر میشه که علاوه بر این که این سلول ها برگشت کرده داخل حفره لگن، بدن، سیستم ایمنی بدن در بعضی از افراد نمیتونه این سلول ها رو از بین ببره، بنابراین این ناتوانی در سیستم ایمنی باعث رشد این سلول ها میشه. تحقیقاتی در مورد اندومتریوز صورت گرفته، ولی دوستان از اون جایی که این بیماری واقعا حالا فقط در خانم ها اتفاق میفته، حتی در کشورهای پیشرفته، من میخوام خدمتون عرض کنم تحقیقاتی که مثلا در مورد دیابت یا در مورد بیماری های قلبی صورت گرفته، شاید چندین برابر تحقیقاتی باشه که در مورد اندومتریوز صورت گرفته، در صورتی که بیش از نصف جمعیت زنان خانم ها هستند و آمار این بیماری در خانم ها متاسفانه در سالهای اخیر با لایف استایل زندگی امروزه افزایش پیدا کرده، ولی حتی در کشورهای پیشرفته تحقیقات هم در مورد این بیماری آنطور که باید باشه هنوز صورت نگرفته. خب
علاوه بر برگشت خون قاعدگی و نقص سیستم ایمنی که از تئوری‌های دلیل این بیماری هست، مسائل دیگه‌ای مثل آلودگی محیط زیست، یعنی اینم مسئله‌ایه که سالهای اخیر تحقیقاتی در موردش انجام شده، متوجه شدن که حتی پستیسایدها، حتی حشره‌کش‌ها میتونن سلول‌های طبیعی پریتوئن رو، یعنی سلول‌های طبیعی که روی لوله رحم وجود داره، روی تخمدان وجود داره، روی سروز روده وجود داره، روی مثانه وجود داره، درشون متاپلازی اتفاق بیفته. متاپلازی یعنی تبدیل یک سلول طبیعی به سلول دیگه‌ای، یعنی سلول طبیعی پریتوئن یا سروز این احشاء لگنی به علت آلودگی محیط زیست تبدیل بشه به سلول اندومتر. مسئله دیگه‌ای افزایش در واقع هورمون استروژن در بعضی از خانم‌ها هست که نسبت به بقیه هورمون استروژنشون بالاتره و این بالا بودن هورمون استروژن باعث رشد بیشتر این سلول‌های اندومتری که در خارج رحم هست میشه. مسئله دیگه ژنتیک هست که در موردش میگن چون دیده شده در کسایی که در خانوادهشون این بیماری هست، مثلا در خواهرشون، در مادرشون، این مسئله بیشتر اتفاق میفته. بنابراین تئوری ژنتیک هم در موردش مطرح هست. و اما چطور این بیماری تشخیص داده میشه؟ تشخیص اندومتریوز گاهی وقتها سالها طول میکشه. خب مهمترین مسئله‌ای که در تشخیص مهمه گرفتن شرح حال دقیق از بیمار توسط پزشک و همچنین معاینه دقیق هستش. همچنین انجام سونوگرافی های تخصصی، انجام MRI، در واقع روش های تصویربرداری میتونه در تشخیص کمک کنه، ولی در واقع مهمترین وسیله تشخیص انجام لاپاراسکوپی هست. لاپاراسکوپی یعنی فرستادن دوربین به داخل حفره شکم و دیدن نقاط اندومتریوتیک که این نقاط اندومتریوز گاهی وقتا حتی به صورت دانه‌های قهوه، کافی بین دیده میشه، پرخونی لگن، التهاب لگن. اینا مسائلی هستند که ممکنه پزشک شما در موقع لاپاراسکوپی این رو مشاهده بکنه و به تشخیص قطعی در مورد اندومتریوز برسه. و اما درمان اندومتریوز چی هست؟ آیا این بیماری درمان داره؟ اگر زود تشخیص داده بشه و واقعاً بهش اهمیت داده بشه، این بیماری البته درمان قطعی نداره، ولی بیماری هست که قابل کنترله. بنابراین درد موقع قاعدگی، درد موقع رابطه، حتی دردهای روده‌ای، نفخ، یبوست و چون این بیماری گاهی وقتا با سندروم روده تحریک پذیر اشتباه میشه و سالها شخص رو متقاعد میکنن که شما اختلالات گوارشی دارید. بنابراین اهمیت دادن به علائمی که بیمار داره میتونه در واقع هم در تشخیص و هم در درمان زودرس این بیماری و کنترل زودرسش کمک بکنه. خیلی وقتا این بیماری با دارو کنترل میشه. شایع ترین دارویی که ممکنه برای این بیماری اندومتریوز از طرف پزشکتون به شما داده بشه دادن قرص‌های ضد بارداری هست که متاسفانه در کشور ما، حالا من نمیدونم که چرا، خیلی وقتا حتی پزشکا، حتی بیماران نسبت به مصرف قرص‌های ضد بارداری واکنش نشون میدن و علائمی رو به این قرص‌ها نسبت میدن که واقعاً جز علائمش نیست. گاهی وقتا ممکنه خب در شروع یک قرص ضد بارداری علائمی مثل تهوع، مثل استفراغ، مثل حالا عدم تحمل به وجود بیاد، ولی این در واقع در ماه اول هست و بعداً
این برطرف میشه. بنابراین ساده ترین درمان، من حتی میگم که به خیلی از بیمارا که قرص‌های ضد بارداری حتی پیشگیری میکنه از به وجود اومدن اندومتریوز، برای اینکه اندومتر رو نازک میکنه. بنابراین اگر در جایی اندومتر وجود داشته باشه به صورت نابجا، باعث میشه که اون تحلیل بره و کوچیک بشه و ایجاد التهاب، چسبندگی رو کمتر بکنه. بنابراین ساده ترین درمانش مصرف قرص‌های ضد بارداری هست، در صورتی که کسی تصمیم به بارداری نداشته باشه. درمان‌های تزریقی وجود داره برای این بیماری و همچنین درمان‌های جراحی که از طریق لاپاراسکوپی که توسط شخص واقعاً واردی در این هیته باید انجام بشه، چون که در لاپاراسکوپی کسی باید این کار رو انجام بده که واقعاً به این حرفه وارد باشه، به این بیماری وارد باشه. الان در خود خوشبختانه کشور ما هم افرادی هستند که در حیطه عمل جراحی اندومتریوز بسیار وارد هستند و حتی در کنگره های جهانی اینا میان ایده های خودشون و عمل های جراحی سختی که در این حیطه انجام دادن به نمایش میذارن. گاهی وقتا ناقص درمان کردن این بیماری بسیار بسیار بده و باعث میشه که چندین بار بیمار تحت عملهای جراحی قرار بگیره و برای یک خانم جوان باعث بشه که حتی باروری خودش رو از دست بده، برای اینکه با هر بار جراحی ممکنه که ذخیره تخمدان از بین بره. بنابراین در انتخاب اینکه واقعا روش درمان شما جراحی هست یا نه و اینکه چه کسی این جراحی رو انجام بده، باید وسواس زیادی به خرج بدید. در کنار درمان دارویی و درمان جراحی، تغییر سبک زندگی هم اهمیت زیادی داره. غذای سالم، خواب کافی و همچنین ورزش‌های ساده‌ای مثل یوگا، مثل پیاده روی هم میتونه در درمان این بیماری، در کنترل این بیماری نقش مهمی داشته باشه. بنابراین دوستان، اگر کسی واقعاً در مصرف کربوهیدرات زیاده روی میکنه، از اونجایی که کربوهیدرات خودش در بدن التهاب ایجاد میکنه و اندومتریوز هم یک بیماری التهابی هستش، بنابراین بیماریش بدتر میشه. اینه که مهمه که این التهاب در بدن از بین بره یا کنترل بشه. بنابراین غذای سالم خوردن، مصرف کم کربوهیدرات، مخصوصاً کربوهیدرات‌های ساده، در کنترل اندومتریوز اهمیت زیادی داره. در پایان میخوام اهمیت اندومتریوز و اثرش روی باروری خانم‌ها رو خدمتتون عرض کنم. اندومتریوز میتونه به علت چسبندگی که ایجاد میکنه روی باروری شخص و همچنین به علت اینکه سلولهای تخمدان رو از بین میبره با جایگزین شدن نقاط اندومتریوتیک در تخمدان، روی باروری زن تأثیر زیادی بذاره. الان در لایف استایل جوانای امروزمون مشاهده میکنیم که خیلیا در سالهایی که واقعا بهترین سالها برای باروری هستش، این سالها رو به سادگی ازش میگذرن. حالا میخوان که مثلا حالا زندگیشون بهتر بشه، مسائلشون حل بشه، از نظر مالی ممکنه مشکلاتی داشته باشن. کلاً من فکر میکنم که برخلاف نسل ما، جوانهای امروز خیلی در واقع پرفکشنیست هستن، یعنی کسایی هستن که میخوان همه چیز رو کامل داشته باشن و همه چیز رو برنامه ریزی شده و به موقع انجام بدن، در صورتی که این مسئله رو فراموش میکنن که باروری زن و باروری مرد سن معینی داره. مثلا مهمترین سن باروری یک زن و
در واقع بهترین سن برای باروری یک زن 24-25 سالگی هستش و وقتی این سن ازش بگذره، خیلیا بعد از 35 سالگی و حتی 40 سالگی میخوان اولین بچهشون رو بیارن و اگر کسی اندومتریوز داره این بسیار کار خطایی هست و داره این سالهای طلایی رو از زندگی خودش حذف میکنه. بنابراین اگر کسی حالا به هر دلیلی به حرف ما در واقع توجهی نمیکنه، علیرغم اینکه ازدواج کرده و در واقع مطمئنه که در این ازدواج میمونه و میدونه که میخواد در این ازدواج خانواده تشکیل بده و گسترش بده خانواده‌اش رو با فرزند آوری، ولی اینو به تعویق میندازه. اگر اندومتریوز داره، حالا گاهی وقتا مریضای ما هستن که خانم‌ها علاقه دارن ولی میان میگن که همسراشون به این در واقع نتیجه نرسیدن که الان باید فرزند آوری داشته باشن، در صورتی که بچه دار شدن یک تصمیم مشترک هست و وقتی پزشکی این توصیه رو به شما میکنه که به علت اندومتریوز یا به علت مسائلی که یک خانم داره و به علت سن نباید این مسئله به تعویق بیفته، آقایون هم باید به این مسئله توجه بکنن و در این تصمیم گیری سهیم بشن و این مسئله رو به تعویق نندازن، چون بعدش با مشکلات زیاد، با هزینه‌های زیاد و با عوارض زیادی برخورد خواهند کرد. و همچنین حالا اگر به دلایلی بالاخره به این تصمیم نرسیدن که در سالهای طلایی زندگیشون این باروری رو در واقع به نتیجه برسونن، بنابراین به این فکر باشن که ذخیره جنین یا ذخیره تخمدان انجام بدن و بعداً اگر حتی احتیاج به جراحی هست بعداً اقدام به جراحی کنن. این رو من دوباره تاکید میکنم که اگر کسی اندومتریوز پیشرفته داره و براش تصمیم به جراحی گرفته شده، اول این مسئله رو در نظر داشته باشه که ذخیره تخمک یا ذخیره جنین به صورت فریز تخمک یا فریز جنین انجام بده و بعد اقدام به جراحی بکنه. میخوام به چند تا از سوال‌هایی که دوستان پرسیدن در مورد اندومتریوز جوابهایی رو خدمتتون عرض کنم. دوستی پرسیده راه حل نازایی اندومتریوز چیه؟ خب اولا که باید کسی که اندومتریوز داره خیلی زود اقدام به فرزند آوری بکنه، این رو به تعویق نندازه و اگر نازایی همراه با اندومتریوز هست در صورتی که ذخیره تخمدان هم پایین هست و همچنین چسبندگی ایجاد شده، اولا که میتونن از روش‌های پیشرفته درمان ناباروری مثل IVF استفاده بکنن اگر اندومتریوز پیشرفته باشه. اگر اندومتریوز در حدی باشه که چسبندگی ایجاد نکرده باشه و ذخیره تخمدان خیلی از بین نرفته باشه، خب میتونن هرچه زودتر اقدام به فرزند آوری رو انجام بدن. درمان اندومتریوز بدون جراحی امکان پذیر هست؟ دوستی این سوالو کردن. بله امکان پذیر است، مثلا اگه اندومتریوز زود تشخیص داده بشه میتونه درمان طبی براش استفاده بشه. درمان طبی در درجه اول همون استفاده از قرص‌های ضد باروری هست، استفاده از قرص‌های هورمونی پروژستین‌های قوی که الان در بازار ایران هم وجود داره. گاهی وقتا مجبور میشیم که از آمپول‌هایی استفاده بکنیم که در واقع تخمدان رو خاموش کنه و باعث بشه که زن تخمک گذاریش مهار بشه و به این وسیله اندومتریوز مهار بشه. و همچنین تغییر لایف استایل که اهمیت زیادی در درمان وجود داره. گاهی وقتا تغییرات در واقع کوچیک باعث تغییرات بزرگی در کنترل بیماری اندومتریوز میشه. منظورم تغییرات کوچیک در لایف استایل باعث تغییرات و درمانی اندومتریوز میتونه بشه. بیماری اندومتریوز چی هست؟ اندومتریوز یعنی وجود اندومت، پوشش داخلی رحم
در داخل بدن. پوشش داخلی رحم هر ماه به همراه با خون قاعدگی از بدن زن خارج میشه. اگر این در بدن محبوس بشه و در لگن بمونه ایجاد اندومتریوز میکنه. اندومتریوز یعنی محبوس شدن اندومتر در بدن که این خودش ایجاد التهاب، چسبندگی و عوارضی که ناشی از اندومتریوز هست میشه. دوستی پرسیدن که ممکنه اندومتریوز سرطانی بشه. احتمال اینکه اندومتریوز سرطانی بشه بسیار نادر هست، ولی گاهی وقتا مثل اندومتر، مثل سلول های داخل رحم که در جای خودشون هستن ممکنه تغییرات سرطانی اتفاق بیفته. در سلول های اندومتر که نابجا هستن هم این امکان وجود داره، ولی یک سرطان نادری هستش. سوال بعدی که پرسیدن علت ایجاد اندومتریوز جدار شکم بعد از سزارین چیه؟ این اتفاقا سوال جالبی هست دوستان، میخوام در موردش صحبت کنم. گاهی وقتا در محل انسیزیون عمل، حالا تنها سزارین نیست، ممکنه در محل انسیزیون آپاندیسیت، فتق شکم هم گاهی وقتا اندومتریوز یعنی اندومتر اونجا کاشته بشه و اندومتریوز ایجاد بکنه و در موقع پریودی درد شدید ایجاد بکنه. متاسفانه بعضی ها اینو فکر میکنن اون جراحی که سزارین انجام داده کارش غلط بوده و از اندومترش برداشته اینجا کاشته، در صورتی که در تئوری اندومتریوز این مسئله هست که ممکنه یه سلول طبیعی یک محلی تبدیل بشه به اندومتر، یعنی سلول طبیعی جدار شکم. حالا میتونه سلول پریتوئن باشه، سلول لایه اصلی محکم شکم یعنی فاشیا باشه، یا سلول زیر پوست باشه که این تغییر سلولی ایجاد کنه، یعنی یه سلول طبیعی به سلول طبیعی دیگه ایجاد بشه. در تحقیقات نشون دادن که اندومتریوز رو همه جای بدن دیدن منهای مغز. البته آخرین اطلاعی که من دارم تنها در مغز اندومتریوز رو مشاهده نکردن. دوستی پرسیدن اندومتریوز بیماری ژنتیکیه؟ بله، در مورد اینکه میتونه ژنتیکی باشه تئوری وجود داره، چنان که دیدن در کسی که خواهر یا مادرش اندومتریوز داشته ممکنه خودش هم اندومتریوز بگیره. خستگی، مشکلات گوارشی هم میتونه از علائم اندومتریوز باشه. میتونه مخصوصاً که اگر در موقع قاعدگی باشه میتونه از علائم اندومتریوز باشه. دوستان عزیز، سپاس فراوان دارم که تا آخر به این ویدیوی من گوش دادید. اگر به نظرتون مفید بود میتونید اینو با دوستاتون به اشتراک بذارید و سابسکرایب کنید. ممنونم از شما.